بسم الله الرحمن الرحیم. سفر من به نروژ برای شرکت در مجمع گفتگوهای اسلو بود که یکی از مجامع معتبر در سطح بین‌المللی هست در خصوص یعنی برای کار اندیشکده‌ای در خصوص مسائل جاری بین‌المللی که هر ساله برگزار میشه. امسال خب وزیر خارجه نروژ از بنده و جمعی از وزرای خارجه منطقه دعوت کرده بود برای یک سری بحث‌هایی که در خصوص منطقه صورت بگیره و یکی از پنل‌های این جلسه اختصاص داشت به آینده منطقه خاورمیانه که خب بنده و وزرای امور خارجه مصر، عربستان، عمان، قطر در اون شرکت داشتیم و خب خود نفس این جلسه گویای این بود که بازیگران آینده منطقه خب چه کشورهایی هستند. خیلی از پنل تخصصی بسیار خوبی بود به نظرم و مهم نتیجه گیری بود که در این جلسه صورت گرفت که آینده منطقه اگر می‌خواهیم آینده متفاوتی باشد بدون برقراری عدالت نسبت به فلسطین و فلسطینی‌ها امکان پذیر نیست و البته بحث‌های دیگری هم که انجام شد. موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا هم خب در این نشست و نشست‌های قبلی و بعدیش خیلی مورد توجه بود که مواضع کشورمون بیان شد. در حاشیه این مجمع خب همطور که میدونید معمولاً در حاشیه این قبیل گردهمایی‌های بین‌المللی دیدارهای دو جانبه و چند جانبه صورت میگیره که بعضاً از خود جلسه هم میتونه مهمتر باشه. دیدارهای بسیار خوبی رو داشتیم. هم من دیداری با وزیر امور خارجه عمان داشتم که ترتیبات مربوط به دور بعدی مذاکرات در روز یکشنبه نهایی شد. در این گفتگوهای ما با وزیر امور خارجه مصر جلسه داشتم. یک جلسه مشترک سه کشور برگزار کردیم که نسبت به همین بحث مذاکرات ایران و آمریکا تبادل نظر شد. با نماینده سازمان ملل در سوریه آقای پدرسون جلسه بسیار خوبی داشتم و همینطور با وزیر امور خارجه نروژ و نخست وزیر نروژ که دیدار مهمی رو با ایشون صورت دادم. با رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان نروژ هم جلسه خوبی رو امروز صبح داشتم. همینطور بعضی حالا ملاقات‌های حاشیه‌ای دیگری هم بود. در مجموع فکر می‌کنم سفر بسیار موفقی بود از جهت هم بیان دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی، هم ملاقات‌هایی که صورت گرفت و تبادل نظرهایی که نسبت به منطقه شد. یک ملاقات